در شهری قدیمی، زیر گنبدهای فیروزه‌ای و آسمان طلایی غروب، پسری زندگی می‌کرد که چیزی جز امید در دل نداشت. خانه‌اش کوچک بود، اما رؤیاهایش بزرگتر از کوه‌های اطراف شهر بود. هر شب روی بام گلی خانه می‌نشست و به افق خیره می‌شد. روزی در بازار شلوغ شهر، مردی با ردایی سیاه او را زیر نظر گرفت. او نزدیک شد و گفت: پسرم، من دوست پدر مرحومت هستم. اما در چشمانش چیزی تاریک پنهان بود. من میخوام رازی را به تو بگویم. چه رازی؟ که سرنوشت تغییر میدهد. من آمادم. خب گوش کن. بگو. اینجا که نمیشود پسرم. پس بریم یک گوشه بنشینم. من گنج را سراغ دارم. اگر با من همکاری کنی هر دوی ما پولدار میشویم. من یک کمی وقت برای فکر کردن میخوام. مادر، تا کی باید این گونه زندگی کنیم؟ چرا همیشه در فقر باشیم؟ من خسته شدم از این بیچارگی. پسرم، فقر ننگ نیست. دل پاک از هر ثروتی با ارزش‌تر است. خداوند روزی ما را فراموش نکرده. من باید برای مادرم زندگی بهتر بسازم. دیگر نمیتونم این فقر را تحمل کنم. شاید اگر با آن مرد همکاری کنم بتوانم سرنوشت ما را تغییر بدهم. من درباره حرفای دیروزیات فکر کردم. اگر بتوانم زندگی مادرم را بهتر کنم با تو همکاری میکنم. تصمیم عاقلانه‌ای گرفتی پسر. برو داخل غار. اون پایین یه چراغ قدیمی هست. فقط همون رو برای من بیار. به هیچ چیز دیگه ای دست نزن. فقط چراغو بردار و سریع برگرد. یادت نره. فقط چراغ. پسر وارد غار شد. درون غار کوهی از طلا و جواهر می درخشید، اما در میان آن همه شکوه چراغی کهنه روی ستونی بلند قرار داشت. وقتی پسر چراغ را برداشت، کمکم کن، دستمو بگیر. اول چراغ. نه، اول منو بکش بالا. فکر کردی میتونی منو فریب بدی؟ اشتباه بزرگی کردی پسر. دروازه بسته شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. پسر تنها ماند. در ناامیدی چراغ را مالید. و ناگهان نور آبی عظیمی غار را پر کرد. جن چراغ ظاهر شد و سرنوشت تغییر کرد. ای صاحب چراغ، من خدمتگزار تو هستم. آرزویت چیست؟ نه، این واقعی نیست. تو واقعیت نداری. این فقط یه خوابه. حالا باور کردی؟ این فقط ذره ای از قدرت منه. بله آقا. ای
ای بابا ولم کن، من که کاری نکردم. دیگه اون پسر فقیر دیروز نیستم. زندگی ما تغییر کرده. خدا رو شکر پسرم. و زندگی پسر دگرگون شد. فکر نمی کنی شما را قبلا جایی دیده باشم. فکر نکنم. چه شب زیبایی. داستان تازه شروع شد. پس اینطوره. نمیدونم از کی، اما از وقتی دیدمت همه چیز برام فرق کرد. فکر میکنم دوستت دارم. میخواستم یه چیزی بهت بگم. میخوای با من ازدواج کنی؟ بله میخوام. به قصر ما خوش آمدی علالدین. امشب شب بزرگی برای قصر ماست. به همین مناسبت من فردا جشن عروسی شماها را برگزار میکنم. یاسمین، از امشب قلبم و زندگیم امانتی در دستان توست. در کنار تو حتی تاریک ترین شبها هم روشن است. قدرت دوباره از آن من خواهد شد. اما جادوگر بازگشت. چراغ را دزدید. از این لحظه تو فرمانبردار منی. فرمان تو بر من واجب است. و قصر ناپدید شد. قصر کجا رفت؟ در بیابانی طوفانی پسر تصمیم گرفت دیگر نترسد. من قصر و شاهزاده را پیدا میکنم، حتی اگر تاریکی با من بجنگد. یاسمین، من اومدم. این چراغ باید نجاتش بدیم. هیچ قدرتی نمیتواند شما را نجات بدهد. وقتشه. ارباب من دستور بده. در نبردی سهمگین ظلم به پایان رسید. نور با تاریکی برخورد کرد و سرانجام سپیده‌دم با آرامش طلوع کرد. همه چیز دوباره سر جای خودش برگشت.